در تالار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف با اشتراک رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس ولایت سمینار مشورتی دستوردهی و جلب راهبران و مسئولین بخش کشاورزی شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی دایر گردید که اساساً به مسئله اجرای سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به دورنمای کشت زراعت در ساختار کشاورزی ولایت سوخت بخشیده شده. روند تطبیق این دورنما در سال 2025 و برای سال 2026 را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. ضمن تحلیل عملی شوی دورنمای کشت زراعت در سال 2025 عاید به کمبودی و نارساگی‌ها و پرابلم و مشکلات جای داشته در ساختار کشاورزی شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی تاکید گردید که سال 2026 باید که همه آنها برطرف، نقشه پیش بینی شده همه نامگاه کشت زراعت اجرا و استفاده ثمرناک و مقصدناک زمین براه مانده شده، حالت‌های از دایره کشاورزی بیرون ماندن زمین کشاونده پیشگیری کرده شود. ذکر گردید که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین توجه خاص ظاهر نموده، در هر واخوری و برآمدهایشان وابسته به این مسئله مسئولین را وظیفه‌دار می‌نمایند. طوری که سرور دولت تاکید کرده بودند ما باید برای حفظ امنیت آذوقه‌واری در کشور تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده جهت کم کردن وابستگی بازار استعمالی از مال و محصولات وارداتی از همه امکانات و ذخیره‌های موجوده پرره و ثمرناک استفاده بریم. قید گردید که هدف از برگزاری سمینار مشورتی امروزه نیز عملی نمودن تدبیرهای ضروری جهت استفاده مقصدناک و ثمرناک قطعه‌های زمین در یک جایگی برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته و طبق دورنمای تصدیق شده برای سال 2026 کش نمودن زراعت‌های کشاورزی مخصوصاً کارتوشکا و پخته میباشد. همچنین تاکید کرده شد که ستاد بین ادارویی که در شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی تأسیس داده شده با آن مسئولین ساختار کشاورزی از جمله ریاست کشاورزی، کمیته اداره زمین، مقامات آمار، معاونان رئیس شهر و ناحیه‌ها، مسئولین بخش کشاورزی و امثال آن شاملاً فعالیت داشته باید که روند تطبیق دورنمای کشت زراعت را مورد نظارت قطعی قرار دهند. مخصوصاً به کشت کارتوشک بر وقت دریافت و آماده نمودن تخمی خوش‌صفت و فراوان حاصل مطابق اقلیم همان محل، رعایت مهلت و مساحت کشت مهم ارزیابی گردید. همچنین به تعمیر و آماده سازی تکنیک‌های کشاورزی، تعمیر پایگاه‌های آبکشی و دستگاه‌های برقی آن دقت مخصوص ظاهر گردیده در این سمت به مسئولین وظیفه گذاری کرده شد.